هفته روان بعد کرانتین 2 ماهه در رابطه با سرایت کرونا ویروس فروشگاه‌های پاکستان باز شدند و مسلمانان تلاش دارند که با پیشواز عید فیطر تحفه بخرند. خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد عایشه تنظیم میگوید ازدحام مشتریان دستور مسافه‌گیری اجتماعی را نادیده میگیرد. مشکل بزرگ نیست. میخواهم که مردم حیاتشان را طور معمولی دوام بدهند. تقدیر چیزی باشد همان پیش میآید. در مصر فروشگاه‌ها هنوز هم فعال نیستند. تاجران میگویند حاضر نه موسمی خرید ایدانه بلکه موسمی حسابی زیان است. در گذشته مشتریان بودن، حرکت بود، فایده می گرفتیم. حالا درآمدی نداریم و حال و هوا ایدانه هم مشاهده نمی شود. در کشورهای شبیه اندونزیا نماز دستجمعی در مسجدها منع شد. در عربستان سعودی دستور دادند که مردم در خانه نماز خوانند. در ایران نماز دستجمعی تنها در فضای باز و مسافه اجتماعی میان نمازگزاران اجازت داده شده است. در کشورهای دیگر هم امسال دیداربینی دوستان و ضیافت‌ها منع و یا محدود شده‌اند. عادتاً بعد نماز عید مردم به تبریک دوستان و نزدیکان می‌روند، ولی امسال رفت و آمد محدود خواهد بود. ولی باز هم مردم روح افتاده نیستند و مطابق به زمان عمل میکنند. عید امسال رقمی یا خود دیجیتالی است. مردم یکدیگر را با تلفن و پیام‌های ویدیویی تبریک خواهند کرد. به فکرم امسال نمی شود از این بیش چیزی کرد. امسال عیدگردک کودکان هم غیر امکان است. والدان در فکر تهیه برنامه ایدانه به اطفال هستند. ما کودکان را به دالان و بالکن ها میبراریم. با آنها پفک و شیرینی تقدیم میکنیم تا فضای فاجعه فراموش شده کودکان خود را خوشبخت احساس کنند. در شهرک تیانیکی ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا میر این شهر که خود مسلمان است یک برنامه عجیب ایدانه پیشنهاد کرده است. برای ما در تیانیک شاید بهترین پیشنهاد تشکیل ضیافت در فضای آزادی پیش‌حولی باشد. هر کس میتواند از کوچه شما را تبریک کند، سری دسترخوان نشسته از دیدارتان بهره مند شود. یک چیز واضح است که عید فطر امسال همچون سال محدودیت و دشواری‌ها در خاطرها باقی خواهد ماند.